تحصیل در مالزی، گردش در مالزی و در این بین قاچاق مواد مخدر به مالزی. ایرانی‌ها در سالهای اخیر مالزی را به عنوان کشور مطلوبی برای تحصیل و تجارت و زندگی کشف کرده بودند و همکنون ده‌ها هزار ایرانی مقیم این کشور هستند. اما در این بین قاچاقچیان مواد مخدر ایرانی هم مالزی را یک بازار جذاب یافتند. در سال 2009 میلادی تنها 16 ایرانی به اتهام مواد مخدر در مالزی بازداشت شده بودند، اما یک سال بعد یعنی در سال گذشته میلادی این رقم به 138 نفر رسید. فرانکی دکروز از روزنامه مالزیایی مالی میل درباره دلیل این افزایش به رادیو فردا میگوید Well, the increase of Iranians here is due to higher street prices of drugs in Malaysia. دلیل افزایش تعداد ایرانی‌های بازداشتی بالا رفتن قیمت مواد مخدر در خیابان‌های مالزی و افزایش قیمت هم به خاطر برخورد شدیدتر مسئولان با قاچاق مواد مخدره. ماده مخدری که ایرانی‌ها به اینجا میارن اسمش شابوه و تقاضای زیادی هم براش وجود داره. Very much in demand. شابو همان ماده مخدر شیشه است. زهره رضایی وکیل دادگستری مقیم کوالالامپور: معمولاً کسایی که این کار رو انجام میدن یک چیزی رو اسم متعارف ایرانی شیشه هست که وارد مالزی میکنن که شیشه 30 گرم به بالا حکم اعدام رو داره طبق قانون 39 بی. 2 ایرانی که روز دوشنبه در پایتخت مالزی بازداشت شدند 60 کیلوگرم متامفتامین همراه داشتند که به نوشته خبرگزاری آلمان حدود 5 میلیون دلار ارزش داشته است. اما همه ایرانیانی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند از این سود کلان بهره‌مند نیستند. زهره رضایی وکیل دادگستری: در هفته چندین نفر از خانواده‌های این افراد با من تماس میگیرن و خیلی هاشون هستن که قربانی هن. یعنی سردسته های این باندها با اینها تماس میگیرن و حالا وعده و وعیدهای متفاوتی میدن، بار رو به اونها تحویل میدن و اینها میان در این دام میفتن، دستگیر میشن و مسائل اینچنینی. و واقعا اینها حتی از گرفتن وکیل معذورن، یعنی قضیه مالی انقدر واسهشون مشکله. به گفته فرانکی دکروز روزنامه‌نگار مالزیایی، مسئولان این کشور نیز بر این باورند که ایرانیان بازداشت شده در حقیقت اعضای باندهایی هستند که به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. The authorities believe that syndicates operate out of Malaysia. مسئولان مالزیایی بر این باورند که باندهایی که خارج از مالزی فعالیت می‌کنند قاچاق مواد مخدر به این کشور را سازماندهی می‌کنند و به کشورهای همسایه مالزی هم مواد مخدر می‌برند. تحقیقات نشون داده که ایرانی‌های بازداشت شده همگی به صورت گروهی کار می‌کنند و به کشورهای تایلند، اندونزی هم سفر می‌کردند. They have been to Thailand, Indonesia, Singapore. آقای دکروز میگوید دولت مالزی تاکنون موفق به شناسایی سران این باندها نشده است. اما محمد رهبر، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی، دولت جمهوری اسلامی ایران را به عدم سختگیری در فرودگاه امام و در نتیجه آن مقصر بودن در افزایش قاچاق مواد مخدر به مالزی متهم می‌کند. اینجا یک کلونی ایرانی شکل گرفته. تقریباً 100,000 نفر ایرانی اینجا هستند و یک جامعه بازی هست که ایرانی‌ها میان و اینجا زندگی میکنن، با خرج پایین‌تر دانشگاهی میرن و از مواهب زندگی حالا به هر حال بهره‌مند میشن. دولت ایران با این مخالف هست. دولت ایران علاقه‌مند هست که اقلیت ایرانی اینجا به عنوان یک اقلیت خطرناک شناخته بشن و همتش در این هستش که با این آزادی که با قاچاقچی‌ها از طرف فرودگاه امام میده ایرانی‌ها رو بدنام کنه که دولت مالزی به این فکر بیفته که یک سری محدودیت‌ها برای اقلیت ایرانی اینجا وجود بیاره. آقای رهبر در توجیه نظر خود میگوید جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و گذشته ثابت کرده که با هر گونه تشکل که نتونه اونجا کنترل بکنه مخالفه و اتفاقا بین تو این 100,000 نفر داره یک اتفاق سیاسی هم شکل میگیره. کما که در خبرها در مورد سبزهای مالزی اینها هم زیاد میکنه که برنامه می‌ذارن در همین کوالالامپور. این با مذاق سیاست ایران اصلا جو به عقب میاد. چند روز پیش اسناد جدیدی توسط وبسایت ویکیلیکس منتشر شدند که نشان می‌دادند دولت جمهوری آذربایجان بر این باور است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عامل قاچاق مواد مخدر به این کشور و از آنجا به اروپا است. شاید این خبر اتهام مطرح شده توسط محمد رهبر، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی را تا حدودی تقویت کند. اما در مقابل باید به این نکته نیز اشاره کرد که شمار زیادی از ایرانی‌هایی که در ماه‌های اخیر در مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند، نه از طریق ایران بلکه از طریق کشورهای همسایه ایران به این کشور سفر کرده بودند.
بدین ترتیب مشخص نیست که آیا آنها به هنگام ترک ایران هم مواد مخدر به همراه داشتند یا آن را در کشور دیگری تهیه کردند.